بیش از 60 مهاجر را از ولایت تیومن روسیه اخراج کردند. بنا به اطلاع تلگرام کانال MVD مدیا، کارمندان وزارت کارهای داخلی در یکجایگی با نیروهای ویژه گارد ملی در ساختمان‌ها و بین رانندگان تاکسی‌ها رید گذراندند. سنجش‌ها در طول یک هفته صورت گرفتند. در این مدت نیروهای امنیتی بیش از 200 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که 136 نفر قاعده های بدوباش را رعایت نکردند، بیش از 20 مهاجر بی پتنت کار میکردند و 13 شهروند خارجی هنگام ثبت نام معلوماتی بر دروغ دادند. در جریان ریدها نیروهای امنیتی یک مهاجر را پیدا کردند که تحت پیگرد فدرال بوده است. علاوه بر این، پلیس شرکت‌هایی را که خارجیان را غیرقانونی کرو کردند به جوابگری کشیده نیست. گفته می شود مقامات روسیه ریدها را برای جستجوی مهاجران غیرقانونی ادامه خواهند داد. در همین حال مهاجران به طور دست جمعی ولایت تیومن را ترک دارند. در این باره پایگاه اورا نقطه رو با تکیه به یک منبع نزدیک به مقامات حفظ حقوق خبر می‌دهد. به گفته او پس از حمله تروریستی در کراکوس، ساکنان تیومن از خدمت رسانی مهاجران دست کشیدند. طلبات در بخش‌های ساختمان و خدمت رسانی کم شد. همصحبت نشریه توضیح داد که بسیاری از خارجیان به دلیل آنکه دورنمای دیگری کار در روسیه را نمی‌بینند به وطن برمیگردند. در ولایت پرم روسیه هم ریدها برای کشف مهاجران غیرقانونی جریان گرفتند. کارمندان پلیس یکی از بازارهای عمده فروشی شهر را تفتیش کردند. در این باره از ریاست ولایت وزارت کارهای داخلی خبر دادند. در نتیجه این رید قریب 140 نفر مهاجر به اداره پلیس برده شدند. ضد شخصانی که قانون مهاجرت را ویران کردند، پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند.